جوهی شاهی سرباز فداکاری ارتش رابین گود است. یگانه دشمنش گرسنگی است. غذا سلاحی است که اختیاریان به مثل رنو ویج میپزند. اگر خودم تنها بپزم، خوراک به یگان گروه در یتیمخانه و پناهگاه کفایت نمی کند. اگر مردمی بیشتر باشد، غذا زیادتر می آید. مبارزه با گرسنگی دراز و سخت است، ولی سربازان عقب نشینی نمی کنند. ما غذای باقی مانده رستوران ها، جشن و عروسی ها را جمع آورده به فقیران می دهیم. ما در هند و پاکستان، شریلانکا، کانادا، فیلیپین و مالایزیا هستیم. ارتش رابین گود هر روز یک شنبه غذا جمع می آورد. بسیاری از رستوران ها برایشان مخصوص غذا آماده می کنند. با دعوت صاحبان رستوران ها جمع آوری خوراک آغاز می شود. اختیاریان بیشتر باشند، غذا هم زیاد می شود. سپس دلچسب ترین لحظه کار یعنی تقسیم آغاز می یابد. هر یک شنبه کودکان منتظرند که غذا بیاریم. آنها بعضا طلب می کنند که دفعه دیگر برایشان بورگر بیاریم. سربازان ارتش رابین هود اکثرا متخصصان و دانشجویان هستند. ارتش را 4 سال پیش در دهلی تشکیل کردند. حالا در 60 شهر جهان سرباز دارد. معیار قبول خیر یک است. پول نقد قبول نیست، فقط غذا می گیرند. اختیاریان را ترغیب میکنند با فقیران وقت گذرانند. این کار بخشی تقویم روز یک شنبه من است. من از ساعت 5 تا 7 با آنهایم. جشن و جمامت ها و ملاقات ها با دوستان بعد ساعت 7 است. بغیر از جمع‌آوری یک جای خوراک، ارتش رابین هود را طول هفته به مهمانخانه و رستوران ها دعوت میکنند تا غذای باقی مانده را برند. بسیار وقت تقسیم خوراک تا نیمه شب ادامه میکند، اما احساس بعد آن هر گونه خستگی را میبرد.